الآل نور من سراج محمد، والصحب نثر يديه بالأطياب، رحماء بينهم ولكن في الوغى. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد. و وصلت‌های در میان اهل بیت و بنی امیه در واقع از همدیگر از بین برود. یکی دیگر از این وصلت‌ها و نمونه از این وصلت‌ها این است که فاطمه دختر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، فاطمه دختر حسین و حسین هم پسر حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه است. شخصیت حضرت حسین رضی الله تعالی عنه را همه می‌دانیم که ایشان معروفترین کسی هستند از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که عملاً با بنی امیه درگیر شدند و در صحرای کربلا نهایتاً به شهادت رسیدند. اما باز هم می‌بینیم که در میان خانواده حضرت حسین رضی الله تعالی عنه می‌بینیم که روابطی وجود دارد و وصلت‌هایی وجود دارد با بنی امیه. فاطمه دختر حسین رضی الله تعالی عنه میبینیم که همسر عبدالله هست و عبدالله هم پسر عمرو ابن عثمان ابن عفان هست. عبدالله شوهر فاطمه و فاطمه دختر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، عبدالله فرزند عمرو ابن عثمان ابن عفان هست. و جالب است که عبدالله که فرزند عمرو ابن عثمان هست، مادرش حفصه هست. حفصه هم دختر عبدالله ابن عمر هست. یعنی این عبدالله از طرف مادر به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میرسد و از طرف پدر به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین. و درباره این عبدالله ابن عمرو ما مطالبی دیگری رو داریم که انشاءالله در یک برنامه جداگانه خدمت شما بیان خواهم کرد. یعنی عمق این وصلت ها و این در واقع همبستگی که وجود داره و این قرب و نزدیکی که وجود داره در یک نقطه به همدیگر میرسد که یکی از این افراد و یک شخصی نوه مشترک تمامی در واقع خلفای اربعه هست و اینو انشاءالله در یک برنامه جداگانه انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و این مطلب را بیان میکنم. اما این نقطه‌ای که عرض کردم، فاطمه دختر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه همسر و زن عبدالله بوده و عبدالله هم پسر عمرو ابن عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه است. و این عبدالله هم وقتی که ازدواج کرده با این فاطمه، از اینا فرزندی به دنیا آمده به نام محمد دیباج که این محمد دیباج رو همون گونه که قبلا عرض کردم انشاءالله مطالبی هست در این زمینه خدمت شما بیان خواهم کرد که محمد دیباج در سال 145 هجری به شهادت رسید و کشته شد. این فاطمه که دختر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه است، قبل از این که عبدالله ابن عمرو ابن عثمان با اون ازدواج بکند همسر حسن مثنی بوده. حسن مثنی یعنی حسن دوم، حسن فرزند حسن و حسن ابن علی، بین خاطر میگه حسن مثنی که فرزند حضرت علی رضی الله تعالی عنه نامش حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه و فرزند امام حسن بازم اسمش حسن هست که معروف است به حسن مثنی. این فاطمه قبل از این که با عبدالله ابن عمرو ابن عثمان ازدواج بکند همسر حسن مثنی بوده و فرزندانی رو از حسن مثنی داشته، نوه‌های حضرت حسن رضی الله تعالی عنه که عبدالله محض هستند و همچنین حسن المثلث معروف است، یعنی حسن سوم، یعنی اسم فرزند هم حسن هست، اسم پدرش هم حسن هست که حسن مثنی هست، اسم جدش هم حسن هست که من حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه است. و مادر این فاطمه که دختر امام حسین هست، جالب است که بدانید که مادر این فاطمه دختر حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه است. یعنی این که حضرت
امام حسین رضی الله تعالی عنه داماد حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه است. این مطالب متاسفانه تاکنون بیان نشده، کسی این واقعیت ها را بیان نکرده. اما زمانی که ما به کتاب‌های تاریخی برمیگردیم، به کتاب‌های سیره و کتاب‌های انساب برمیگردیم، می‌بینیم که این افرادی که در تاریخ اسلام بیش از همه متهم هستند به دشمنی با اسلام، به دشمنی با رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، می‌بینیم که اهل بیت و رسول الله صلی الله علیه وسلم با این افراد بسیار نزدیک هستند و از یک خانواده هستند، به اندازه‌ای با هم دیگر نزدیک هستند که امکان ندارد که دشمن با دشمن چنین در واقع نزدیک بشود. آن هم این وصلت ها و این ارتباطات بعد از جریاناتی اتفاق افتاده که اونها رو مظهر دشمنی صحابه با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفی میکنند، مانند جنگ جمل و صفین و وقایع دیگری که در میان اهل بیت با بنی امیه و بقیه در واقع اصحاب اتفاق افتاده. این مادر فاطمه دختر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ام اسحاق هست و ام اسحاق هم دختر حضرت طلحه ابن عبیدالله. و جالب هست این انشاءالله من در حلقات بعدی که در مورد طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه صحبت میکنم به این مطلب به صورت مفصل انشاءالله خواهم پرداخت که این ام اسحاق قبلا زن حضرت حسن بوده و بعد از این که حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه فوت میکند، بعد از این حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه با اون ازدواج میکند. یعنی این که هم حضرت حسن و هم حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین هر دو دامادهای حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه هستند. ابن طقطقی در کتاب خودش که هم درباره انساب الطالبین هست میگوید که ولما مات الحسن ابن الحسن علیه السلام خلف فاطمه بنت الحسین علیه السلام عبدالله ابن عمرو ابن عثمان. میگوید وقتی که حسن ابن حسن یعنی حسن مثنا وقتی که فوت کرد، خلف فاطمه بنت الحسین شوهر دومی فاطمه دختر حسین عبدالله پسر عمرو پسر عثمان بود، یعنی یکی از نوادگان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که باز هم بعض بنی امیه هست. میبینیم که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه باز هم با بنی امیه این ارتباط رو برقرار کرده و وصلت هایی رو در واقع انجام داده که این نشانگر این مهر و محبتی است که در زمان حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هم این ارتباطات در واقع وجود داشته و به همین صورت ادامه داشته. و بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله که با هم میبینیم باز هم خدمت شما خواهم بود و مطالب دیگر رو در این زمینه عرض خواهم کرد. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید، آنگاه در میابند که حق با الله است و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. آری بینندگان عزیز و ارجمند، قبل از میان برنامه خدمت شما عرض می کردم که حضرت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه هم یکی از دخترانش را به بنی امیه داد و فاطمه دختر امام حسین همسر عبدالله ابن عمرو ابن عثمان بوده. و همون نقطه ای را که اگر خاطرتون باشد در جلسه قبل من در مورد حضرت علی رضی الله تعالی عنه خدمت شما بیان کردم و یک وجه مشابهتی در عمل کرده حضرت علی با رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو بیان کردم که همون گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم از بنی امیه زن گرفتند، حضرت علی هم زن گرفتند
و همون گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به بنی امیه دختر دادند، حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم 2 نفر از دخترانش را به بنی امیه دادند. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هم به همین گونه هست، هم دختر به بنی امیه دادند و هم از بنی امیه دختر گرفتند. دختری که به بنی امیه دادند این بود که عرض کردم که فاطمه دختر امام حسین بود و این همسر عبدالله ابن عمرو ابن عثمان بوده که من قبل از میان برنامه توضیحاتی رو در این زمینه دادم. اما این که امام حسین رضی الله تعالی عنه چگونه می شود داماد بنی امیه، نه تنها داماد بنی امیه هست بلکه داماد ابو سفیان می شود، می شود به این معنی که نوه ابو سفیان رو در واقع ازدواج کرده و نوه ابو سفیان می شود همسر حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم. حسین ابن علی ازدواج کرده با لیلا که در برخی از روایات تاریخی و کتاب انساب اسمش آمده آمنه. لیلا یا آمنه دختر ابی مره هست. لیلا دختر ابی مره که روایات بیشتر و دقیقتر همون لیلا رو ذکر کردن. لیلا دختر ابی مره است که اینو زن حضرت حسین رضی الله تعالی عنه بوده. این در کتاب‌های شیعه هم اومده و کتاب‌های اهل سنت هم این آمده و در کتاب‌های شیعه اونگونه که عباس قمی ذکر کرده. من این عبارتی رو که عباس قمی در کتاب منتهی الآمال خودش جلد 1 صفحه 820 این را آورده، من دقیقاً همون عبارت رو خدمت شما بیان می‌کنم تا اینکه مشخص بشود که به چه صورت حضرت حسین رضی الله تعالی عنه می‌شود داماد ابو سفیان. عباس قمی میگوید من زوجات الحسین لیلا بنت ابی مره، میگوید یکی از همسران امام حسین لیلا بود و لیلا دختر ابی مره و ابی مره هم پسر عروه ابن مسعود الثقفی هست. من زوجات الحسین لیلا بنت ابی مره ابن عروه ابن مسعود الثقفیه و امها مادر این لیلایی که همسر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هست، بنابر گفته عباس قمی در کتاب منتهی الآمال و امها میمونه بنت ابی سفیان، مادر لیلا میمونه هست و میمونه دختر حضرت ابی سفیان رضی الله تعالی عنه است. یعنی این که لیلا می شود نواسه و نوه حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی الله تعالی عنه. پس بنابراین حضرت حسین رضی الله تعالی عنه می شود داماد ابو سفیان به این معنی که نوه ابو سفیان را ازدواج کرده و این میمونه که دختر ابو سفیان است خواهر در واقع معاویه هست و لیلا که دختر میمونه هست می شود خواهرزاده حضرت معاویه ابن ابی سفیان رضی الله تعالی عنه. و فراتر از این جالبتر این هست که بسیاری از بینندگان عزیز این مطلب را نمیدونند که همین لیلا که دختر ابی مره بوده و ابی مره هم پسر عروه ابن مسعود بوده و از طرف مادر برمیگردد به حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنه که مادر لیلا میمونه هست. میمونه هم دختر ابو سفیان و این لیلا مادر یک از فرزندان معروف و مشهور امام حسین هست که در کربلا به شهادت رسیده و متاسفانه در عزاداری ها امروزه نامی از این شخص نمی بینیم و این کسی نیست به جز همون علی اکبر و به اعتراف خود عباس قمی مادر علی اکبر همین لیلا بوده که این هم نوه ابو سفیان هست. میگوید که و امها میمونه بنت ابی سفیان، مادرش میمونه هست دختر ابو سفیان و هی ام علی الاکبر و این مادر علی اکبر هست. یعنی لیلا بنت ابی مره که نوه ابو سفیان هست این مادر علی اکبر هست و علی الاکبر و اذا توضیح میداد که علی اکبر هاشمی من جهت ابیه، از طرف پدر می شود هاشمی که فرزند حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه است، ثقفی من جهت امه و از طرف مادر می شود ثقفی که برمیگردد به عروه ابن مسعود ثقفی و از طرف مادر بازم این لیلا از طرف مادر برمیگردد به بنی امیه که نوه ابو سفیان است. این مطلبی که عرض کردم اون گونه این عبارتی که خوندم از کتاب منتهی الآمال عباس قمی جلد 1 صفحه 820 هست. پس بنابراین می بینیم که حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه مانند پدرش و مانند جد و بزرگوارش رسول الله صلی الله علیه و سلم
هم دختر داده به بنی امیه و هم از بنی امیه دخترانی رو، در واقع این لیلا رو که از طرف مادر به ابو سفیان میرسد اینو هم ازدواج کرده. مورد دیگر که یکی از دیگر از نمونه هایی هست درباره روابط اهل بیت با بنی امیه، میبینیم که زینب هست. زینب دختر حسن مثنی هست. حسن مثنی همون گونه که قبلا بیان کردم پسر امام حسن ابن ابی طالب رضی الله، حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه است. و این زینب دختر حسن مثنی زن ولید ابن عبدالملک ابن مروان بوده. زینب دختر حسن مثنی زن ولید ابن عبدالملک ابن مروان بوده. در نسب قریش اینو آورده که مصعب زبیری هست، این صاحب این کتاب نسب قریش، صفحه 52 و در اونجا میگوید که و کانت زینب بنت الحسن ابن الحسن ابن علی عند الولید. زینب دختر حسن که میشود نوه حضرت امام حسن، دومین امام معصوم شیعه ها، میگوید این همسر کی بوده؟ ولید ابن عبدالملک ابن مروان بوده و هو خلیفتون، در حالی که خلیفه بوده. یعنی این ارتباطات میبینیم که در زمان جد هم وجود داشته، در زمان رسول الله، در زمان پدر هم وجود داشته، در زمان حضرت علی و در زمان پسر باز هم وجود داشته، در زمان حضرت حسن و حضرت حسین رضی الله تعالی عنه و بعض هم در زمان نسل نوادگانشون باز هم این ارتباطات وجود داشته که زینب دختر حسن مثنی میشود زن ولید ابن عبدالملک ابن مروان که اینو در کتاب نسب قریش هم ثبت کرده، صفحه 52. و مورد دیگر که باز هم وجود دارد درباره فرزندان و دختران حسن مثنی، ام القاسم هست، دختر حسن مثنی که این همسر مروان ابن عبان ابن عثمان ابن عفان بوده که یک ارتباط دیگر و وصلت دیگر با خانواده حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنهم که دختر حسن مثنی یعنی نوه امام حسن زن نوه حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه بوده. ام قاسم دختر حسن مثنی زن مروان ابن عبان ابن عثمان ابن عفان بوده. این مطلب رو هم در کتاب مصعب زبیری میخونیم در صفحه 53 میگوید که و کانت ام القاسم بنت الحسن، ام قاسم دختر حسن زن کی بوده؟ عند مروان ابن عبان ابن عثمان که زن مروان بوده و مروان هم پسر عبان، عبان هم پسر عثمان ابن عفان است. پس بنابراین از نظر روابط مصاهرت و وصلت ها باز هم میبینیم که در میان خانواده بنی امیه و خصوصا خانواده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه با اهل بیت رسول الله وصلت های زیادی وجود داشته که من در 2-3 جلسه تعدادی از این وصلت ها را که تقریبا 9-10 نمونه بود خدمت شما بیان کردم. اضافه بر این وقتی که در قسمت نامه ها میرویم میبینیم که یکی از نامه های محبوب حضرت علی رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان هست که نام مبارک عثمان رو برای فرزندان خودش انتخاب کرده. یکی از فرزندان حضرت علی نامش عثمان بود، عثمان ابن علی ابن ابی طالب که در کربلا به شهادت رسیده و مادرش هم ام البنین بوده. اینو عباس قمی در کتاب که مفید در کتاب الارشاد آورده، صفحه 186. عباس قمی در منتهی الاعمال آورده، جلد 1 صفحه 544 و همچنین در کتاب‌های تاریخ و انساب اهل سنت و الجماعت وجود دارد. تبری، ابن کثیر، ابن اثیر و بسیاری دیگر این نام را ذکر کردند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرزندی داشته به نام عثمان ابن علی. و جالب هست که در یکی از روایات اومده حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه که من این فرزندم را به نام عثمان ابن عفان نامگذاری کردم که هیچ احتمال دیگری دیگه در این زمینه وارد نیست. یعنی عثمان ابن عفان هست که حضرت علی رضی الله تعالی عنه نامش رو انتخاب کرده. نه تنها حضرت علی رضی الله تعالی عنه، باز هم میبینیم که یکی دیگر از برادران حضرت علی، عقیل ابن ابی طالب، باز هم فرزندی دارد به نام عثمان ابن عقیل ابن ابی طالب که بلازری در انساب خودش که انساب الاشراف هست و 70 ذکر کرده و میگوید که ولد عقیل مسلما
و در ادامه میگه و عثمان که فرزندی که از عقیل به دنیا آمد یکی مسلم بود که همه میشناسند مسلم را که در کوفه به شهادت رسید و یکی دیگر از فرزندان عقیل عثمان بوده. این در کتاب جمهرة انساب العرب ابن حزم اومده صفحه 69 و در منابع بسیار دیگر هم این نامه ها ذکر شده. پس بنابراین این وصلت ها و این وجود نامه ها در نامه های ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر در میان خانواده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نشان از محبت و روابط صمیمی دارد که در میان اهل بیت رسول الله و بقیه صحابه جریان داشته و این همون واقعیتی است که در کتاب‌های تاریخی وجود دارد و متاسفانه امروزه برای بسیاری از مردم این وارونه بیان شده و بسیاری از مردم این حقیقت‌ها را تا به امروز نمی‌دانستند. و وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده. تا برنامه دیگر تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى